میدونستید یه هورمون هست که عامل اصلی ریزش موها میتونه باشه؟ اسمش هست دای هایدروتستوسترون یا به اختصار DHT. یکی از علل اصلی ریزش مو در خانم ها همین DHT هستش. حالا دقیقاً چی کار میکنه؟ دیدید وقتی یه آبی داخل یه شیلنگی در جریان هستش، پامونو میذاریم روی شیلنگ چه اتفاقی میفته؟ آب فشارش خیلی کم میشه یا قطع میشه. این دقیقاً همین کارو با بدن ما میکنه. یعنی وقتی خون رسانی به موی سر و کف سر در جریان هستش، این DHT میاد خودش رو میرسونه به فولیکول مو و جلوی خون رسانی به فولیکول رو میگیره و باعث میشه که بعد از یک مدت موهای ما خیلی نازک رشد کنه یا کلا رشدش متوقف بشه. حالا چطور میتونیم جلوی این هورمون DHT رو بگیریم؟ شامپوهایی که حاوی اکتیو کیتوکنازول هستن که معمولاً به شکل 2% با نسخه پزشک و 1% که داخل داروخونه ها میتونید تهیه کنید و معروف به اسم شامپو نایگورال، میتونن DHT رو بلاک کنن. شامپوهای حاوی کیتوکنازول خواص جالب دیگه هم دارن که اگر علاقه داری بیشتر راجبشون بدونی، کلمه علاقه دارم رو برام کامنت کن و این پست رو حتما سیو کن و برای اون دوستت که فکر میکنی بهش احتیاج داره بفرست.